مردک مردک برو من رفته استم اوستا من میگم برم تیار شدم اینقدر تیار کردم من کدورم میگی داره میروه؟ کدورم میگی معلوم اگه خیلی میگی چی مسئلت میکنی؟ خیلی من تیار شدم میگم برم اگه خونه اوچم مقصد سه روز گفتی خونه اوچم نمیستم ها؟ نه یک هفته بعد میومه یه هفته خونه اوچتا بیستی برو خولایی که چند بار مرا درام میبینه که مرا خبر نمیگیره خونی من برای عینوی من سلامش بگو باید 3 روز دیگه وجود بیست خی معلوم هم مقصد همش خوشو خبر بگی 10 روزم که بیستی چیکار می من زنم معلوم خب من یک هفته بعد میومه یا تربوز هم اصلا برو رو کم کدو بس نه بسای باگوچ میگیریم معلوم خیلی احتیاط کن معلوم خونه در روز تست بیای بو در روز گذشت بیو سانتره موکو سانتره شو اوچو اومدی چی اوچو سوزی خوبه بچه‌ام سلامتی خوبه رحمت کی اومدی اوچو نه اومدم سوزی خوبی رحمت چی تفکر همش بود موچو همش بود من اینا دو تا دیگه‌اش مون ایشامه برام موز میمونم تمام اوتا جای قطیتی یاردم نکرده استی بو اوتام خونه ده خوبه اوچو میدونی چی؟ دقیقه نبودی کو اوتام یا دختره کو آهی گذاری بولو خونه آورد یا زنک آورد؟ یا زنک آورده کی؟ نه یا هفته پیش آورده خی بعد چی شد؟ هر شنبه دستی به دست کردن خونه در آوردن خونه در اومدن؟ با چیکار کردن در این خونه؟ با هیچی من همونجا دویدم بیره بر اومدم انا با اوچه هر دوش کو بالای دیوان بر اومدن بالای دیوان بر اومدن؟ بالای دیوان چیت خب که یمی گفته نه چکانده نه رزونده دوام شده پیش اوتاد میگوی پیش درو چی گفای حلقو زنک تو اومدی تو مرا اوجا خونه اوچم استراحت روی کردی و در اینجا خودت استراحت کرده استی یا من کجا برو زنک گفتم من تو در روزا گفتم برو با حضور بگرد من خونه شیشتم چی تهمت داری مرا تو نه بچه هم کنه عقل که در نبودن ما اوتا چیکار کرد هیچ که گفتم که یا دختره که آورد گفتم بعد خواب که بعد اوتا ما برومدم بالای دیوان برومدم نه خواب که بعد در بالای دیوان چیکار کرد؟ در بالای دیوان دیگه چیکار میکرد؟ خیلی اونا خودت کدی مرده که همسایه میکردی کو آمو خیلی که جان دشمنات بینی دراز چی گفت پایی؟ چی دشمنات بینی دراز دونا میزنه تولی همجا پاکا میشیتا چی گفت پایی خیلی من نفرت دارم بینی دراز هم میزنم نمیبری تو بابا آخه بینی دراز میگه من میزنم میگه دونا یا سایدرک داری تو نداری سایدرک پایی تو اکیس فانده برایسو خمر سلام علیکم سلام علیکم همین دادر میشه بچه ما که و همین نصیحت کنید میشه نمیشه چی گپ شده من یک بودم خوبه گنده من یک از دکاس میشناختگی در کوچه من یک از گپ زدن نمیتونم اینم تگیزش هستم دشمنات بینیدروز گفتم بیزارم کنده که اکی گودکی بی عقل کم شو میگه گودکی بی عقل گود من ملیشه نمیتونم خرط توش میکنن با ایرانی چی نمیکنن شما را سود میکنن فهمیدی جون روس میگه بیا پیاده چک بیا من چاپ من نشالش که من خیلی بینیدروز نگه خیلی کپور نگه مدا ایتان من بخش میپرسه بیا که خیلی نگه دیگه خیلی من که بیا من ندارم بیا خیلی بخشش اکه بینیدروز دشمنات بینیدروز بیا همسایه بیا خیلی هزار احمد برای آبخوتو برای نان و نمک سلامت باشی اکه خیلی میندارم یه هنگام آبخوتو به مزه میپخته رحمت خیلی بخشین همسایه بچه ما کم ترک حقش کم نه خیلی فهمیدم اکه کم ترک من همین گپ رو سیگاب شم ببینیم دارم برای بینیدروز میگن عصبانی میشم مکه جون ما بخشش ایتان خیلی نصیحت کنید همودم نصیحت کنید هنگام میگم کاربونی خوب بوده بعد آبخوتو به مزه کرد برای همیش گرفتگی مکه سلامت باشی رحمت خیلی همه اوقاتی به مزه برام خیلی فربه که خوشرو کیده سلامت باشی مال خیر بو بیا مال خورم خبرم خوب کمالش خوب مال برو نون نمک از رحمت سلامت باشی بیا زنک
همه تو این طرف بگید همش در اون طرف مولوخی چی گپ نداره اون سونا که اون کارو او چیکار همه اون نه تو صورت بیلیدرو صورت بیلیدرو همیشه ده چی هست من میاد که تلفن قدیمی دارم بالا میپری گم چه تزم جا چیکار گوده کایی بینی ما بر دابل تو سوی داره کش نشات کنه اکا هستن گفت بزنم خونه دا السلام علیکم کو هم شوهرت نیسته دکوران تینجه دکور آخه من گوده که من 10 بار گفتم که همین گپ مرا نگم من هم گپ الرژی دارم دوست مورد برین تراس با میگم خیر میبخشنه گوده که به عقل هیچ گفته نشه و یا همون شوت من 10 بار گفتم کجا دام شوت کجا دام مورا من 10 بار شوم نیسته یخدم هستم آخه هم خودت هست آخه هم رو نشد همین گپ مرا نگه آخه عصبانه نشوین همسایه جان بیا بدرین یا پیلا چای بخورین آخه همسایه آخه همون رو نشد نکده نش نه بدرین یا پیلا چای میخورین با میرین میبخشین دخل کودک چیکارش کنیم دیگه مرحمت بدرین خوش باشه این خدمتات ما میگردونم زیغ نشه خدمتات ما میگردونم خیلی ها برای نان و نمک هم رحمت همه نصیحت کنی که دیگه مرا میگه پنگه خیلی تو میدونی که ما خوبه گنده یک دو میشناسمون که دهن قشلق مور عم حرمت میکنه خی میگم رحمت خدمتات ما میگردونم خب رحمت خوش آمدین بیاین با زنگ بزن مالش خیر این دیوونه که شده باشه جوی هر وقت هشت نیست شوش همیشه ده باشه یا که نباشه هی دیوونه چه خیلی هی من شناختی او چرا نشناختی اومای مخی اما دوست مراد بینی درست برادر رو گوش کنید اپا جون اکا جون وقتی که در اومدیم پیشش شکم چیکار می‌کنه فهمیدین این آدمی وازمینه برادر آدمی وازمین فولبینی به حال وازمینه این مو ای نیرلندیا ایتا گرینلندیا فریلندیا ای فرانسیا ای سومالیا فروردیم اکا تمام فهمو چیزی که ما گفتم اکا تمام فهمو این آدم اکا فولبینی وازمین اکا چیزی شما گوید تمام میدونیم اکا تمام فهمو سیموس راست ای کفای من پریود گشته آزار بجمو سمكرت بالعين تلفون بالعين واكا بفرما بو پسر خالم پسر اولاد اجداد پسر خالم پسر بو مقصد تگازم اكيد شو فقط تستر که بره دا کلینتو بسورا اكيد شو همین ما هم دخترک دوست می‌دارم نه دخترک مرا دوست می‌داره نیکی جای کاری بیزیر همی که خب اوتو چون روزی نیست اوتو چطورم روزی نیست ایران اینم سه سوشت میگردم اوتو چون روزی دیل اوتو چون یافته نمیتونه ایوازبین اکیل شد همه اکتابی بود میل خواهیش میل محبتم این پدر مادر راضی نه انا نمی دشواره کوشش داری نگم پول داره که اکم همه چی مو تمام باشم بیا ما همه حجاج شویم با هم رسیم سر میکنیم همین نه ابو جون طبیب ما برای نصیب باشه قشرو میشه بیا استادم با دوری میگه روزی نشیده دوره هست درهم
متهم مرده ما زنده یا ما زنده برادر این خیلی کتی گوسیسه که یکم چی مقصد هر دوی شما خانواده شده نمیتونه همین خیلی عدرم تلفن تیر میشه تلفن نمیشه الو کوشیشه سامسونگ آشاش شما گوش نداره تلفن نداره گفتسای شیخ گفتسای که دستمالک پارتون عرقشون توزا میکنه وقتی نه وای نمیشه یکم چیزی دیگه نداره کوبه کنه که گفتن گیرم میشه قریب روزش دیسه قریب وال تلفن قیمت از قیمت نقص بو هستن روز میکنه ما وجود کورواز رمین نمیشه نه رمین نمیشه هم کاشلوک برو برادر کاشلوک حالا شما برای همین جوش ما کاشلوک رمبا کاشلوک بریم دیگه با زبان فارسی دری حرف میزنی تمام من فارسی بلدم با فارسی حرف میزنم من با تمام زبان ها حرف میزنم آره من فارسی بلدم زورایی فارسی بلدم این فارسی با نازای اسمت چیه؟ اسفندیار اسم تو اسفندیار اسمی خانمی زیبا ابرو ما ابروجان اسفندیار لا باید ابوجو نه ابرو رو هردی شما را خاندار لباف نه پدر مادرم روز شده بگو ایستم کورواز میرفته راندان دادان این پریومی واندام جونگل گرفته است که همین هفته هر دو توی میشه رمضان دلشو بینی رو بیدا پیش اسمت حبیبی دلشو همین فورنی گفتگی چون تشیناست افته است چه نه برادری مهمون این همه کم وقتی ابراز دروما چهره شناس میتونم مهمون ابرو همین نشناختی تو چهره شناسه کیای رنگ دانجوانه فارسی بلدی؟ بله من فارسی بلدی من ترام بلدی تست پلوما ساعت قیتن داو پلو که بابا چی از او پل جمع کنه کتی ابرو برسم شما ایزونو میکشی ها؟ ایزونو میکشی ها؟ تو رو شناختم این فال بینی تو یه طرف اینه یاس میمونه اینا 4 کنجی خونه دا 4 تا کامera موندگی سیونکا میگه در یوتیوب میپرده شما اکتیورو بلوگرو این یوتیوب پول میگیره کی سر میشه همین ما در گوش ما کی سر میشه آخه من که یوتیوب پول کار کنم در آخر خونه اکسیژن دردشان میشه که وقتی راه نشیم خیلی سوزه چون که همسایه زیقی تر نصره نپرس هم قضیه که این استرینیوم نیست چو گو؟ آخه اینم دختره که بیچاره ما بردن نیم کار کردن و وردن استرینیوم نیست موازم شم آخه نیم کارش کردن و وردن خیلی بچه زنجیر ایلانم بوم بگم خطا نمیکنم انا دختر کلانیم ریزایم ای صبرینا جانم خریزایم که با آب روشو کد رفت تمام دنیا در شناختنشه تمام ولایت در کلامش میدونیا دختر جانم کمش میندارم ای صبرینا جانم اینا می دختری دیمگی نزدیک هستم که بردن میبرن این کلا میکنن میارن خیلی شکر مخی زندگی خیلی نصیبه نه حال میشه ناز میشه شروع که اون ناز میگیره شکران خیلی خیلی راست میگه اینا با خواستگاریش آمدن با میگیره میگه با خواستگاریش آمدن با میگیره میگه و زندگی نمیگم اینا با توالت کردن که توالت ما آب بردن با این همین شمال اینا بدگی اگه نمی اومد همین کریشای خونه منو گرفت کن برده به خونه همسایه در پرتو با اونو بهردینه که بچه همسایه منونو بچه عادلو بهردین هم اکش فراش شکست ریخته همشو نکم تختاش هم باشه دیزی در خونهش برده ای نصیبش نکنه نخواد همون ای مرا بدیزی ما قدم ده دختره که من از او کنوشم نکنم تختای مرا بدیزی ای نصیبت نکنه نصیبت نکنه همه ای دختری ما
نصیبت نکنه داد میگیره داد میگیره دوی سر دختر جان چای بیاره بیا چای بیا با میگه که شو میکنم خیلی شوته حالی یو شای سلام علیکم نازه خارساز تینجی اینا دیدی دخترک من 5 هنره نون میپزه که یکم دخترم سای نون پختر نمیتونه خیلی آخه آرزو داشتم که تویش کنم و در تویش انمی تکلو دیگه رقص کنم و این آرزو کم در دل مونده دیل جانم میشه نصیب باشه میشه اوتا جان اما مسئولیت تو چی شید؟ کدام مسئولیت؟ گفتم کو اینه هم یا بچه هم را میگیرم همون اینه هم که رمیتر همون اسفندیار؟ من دختر میگیرم اسفندیارت من دختر میگیرم نه گفتم نه بیا اوتا جان نه گفتم بیا اوتا جان تیمو نه گفتم نه نمیگیریش او بچه خوبه هیچی خوب نیست اکلی تو من ایزو میکشمه یکتا باشه دوتا باشه ستا باشه 5 تا 6 ششم چند همسایه ها چی میگن؟ به تش همسایه نه من ایزو میکشمه من شرمنده شیدم خیلی بیچاره دختری شه همه ناز میبینی؟ نه گفتم نه بیا اوتا جان بیا اوکی دختر جان نه او دیلکم در تو میسوزه او نمیخوام که بابو برن و تو با هم خیلی کلک کنن و گردونده بیارن و اوتا جان دلتون با من میسوزه وای خواهد نه اوتا جان اجازت یعنی که من شو کنم با 2 روز بعد داشتم میام اینا که من سگ همسایه تازه گران کرد میدره کارچوکا پارچوکا همارا پامال کردن اگرات نام همارا جازی کرده رفته همجورا محکم کنم تو حالا بای ها همینجا بیا باش این همینجا همیشه کافیرم محکم کردم همین سگ همسایه بیزار کرده راست تا بگم میدره سگ پگمون خب او خدا بوی تو مرا مرد اگوری من وروچت کن چه وروچت وروچت همی کی همین من شب خونه دا نبودم شب خونه دا نکه خونم چک زنگ زد من رفته بودم رایان رفتگی بودم پیش عروس رفتی خب با همسایه میگه دیوال موش دارم موشای حاضر تلفن دارن صرف تلفن میکنم برای همین احتیاج نکن همین بوی خودر بوی همین وروچت که یک زنی ما دیدکتا یک تو دا زنگ زد بگی ها دوست مراد قطیم بود بگو تمام این خگا بگو تمام هم دوست مراد قطیم بود بگو یک زنگ زد که دیدیش بگو ها دوست مراد قطیم بود یک پرسید ما بود بگو دوست مراد قطیم بود تمام کار جانت خلاص تمام تو ما برام که کپام تو کاری خود فعلی زنی مرا میدونی خود مایل همین همسایه رو بدو دوردی خودت میدونی شف همین تلفن کاکو علیا دوست مراد میگی قطیم بود تمام همین خبرو چک گاب نیست تمام ما همین جرا ما خام کنم آمدم حاضر السلام زمان یا خوب بود را با چه کار خدا نقطگی در کجا بودی؟ چقدر؟ ایشان تو در کجا بودی؟ حشر خونی باید خلدار باید حشر بده خونش بالاش اندو کرد حشر فیلود کرد مونی حشر چه خیلی حشر بوده که این حشر در شو بوده تو زنگ مرا باور نکردستی ها ما خونی باید خلدار باید حشر ده بودم میگم چه خزانه کردی خوردن دل جگر می چه خیلی حشره در شو حشر میشه همون خونه از حشر کرد هر روز تا شب کلکم شام مونده شده رفتیم خونه از خور رفتم اینه باور نکنی من زنگش بزنم خودش گفتم اینه باور نمیکنم مره من میگم تو آدم دروغگو باشم همه دروغگو ده مونده اینه تلفن کن بابای خود من خودم گپ زنم در شبم حشر میشده هازی اینه فوتوگراف من اینه گپ زنم با حضور گپ در این که این بارا تازه گران کرد ازدای تلفن کالارا گران کرد که من در همین وقت که میبردم میزنم علیا بابای خالدار بای من تره چی پرسم آزانی دوست مرادی تو شد نپرس دوست مراد میگی دوست مراد اینه حاضر قطیم جویا کشید است آخه آی اینه دیدی تو مرا باور نمیکنی من اینه دروغ میگم همون مصفدم تو دروغ میگم او
گیریم کویا طهارت کنیم. وای خانم بای الله بای. همینجا دایی؟ ها همینجا دارم بیا. یوتیوب دیدی تو اینترنت دیدی اینترنت ها. اینترنت ها؟ او اینترنت نه اینترنت. اینترنت دا. اینترنت من خیلی محکم کنم گفتم اینترنت برام ده هی بالا دا توی شده بود کو ده شیطان تپا توی شد کو او توی در یوتیوب پارت افتیان حافظ با خونده است با میدونی چی نوشتن پارتیان رقاصه بوی خودرو بود دیونه کا هم دروغ دا تماشا کردید هم خیلی نوشتن اخی دروغ نوشتن که رقاصه بوی خودرو بود دیونه کا برای چی بود دروغ نوشتن خب میدونم تماشا میکنم در همون صحنه در دوره تو نیستی رقاصه خودش تو قرقص کردی من نبودم تو نیستی همونجا نه نبودی همین خدم تماشا میکنم نیستی اینا من بودم در همونجا او چخل نبودین من پشتی دوره دا بودم پشتی دوره دا تو بودی ما فهمیدیم اخی من همونجا بودم تو پشتی دوره دا بودی ما ایجا دا نویستن که رقاصه باید خودر باید دیونه کد چخل تو را دیونه کدو آخای من پشتی دوره دا بودم همون نغمه و نغمته که رقاصه کد در پشتی دوره حقیقتا دا مرا دیونه کد اخی